سلام. هدف از تهیه این ویدیو آگاه سازی و پاسخگویی به سوالات متداول آن دسته از مادرانی است که علاقه دارند یک روند طبیعی زایمان بدون احساس ناخوشایند درد را تجربه کنند و به سلامتی خود و کودک خود می‌اندیشند. همانطور که می‌دانید انجام زایمان طبیعی جهت سلامت نوزاد تازه متولد شده لازم است و به مادر و نوزاد آسیب کمتری نسبت به عمل جراحی سزارین وارد می‌آورد. اما در سالهای اخیر بیشتر مادران به علت ترس از دردهای زایمانی به طرف انجام سزارین روی آوردند. برای کاهش و حذف درد یک زایمان طبیعی راه‌های مختلفی وجود دارد. اما روش مورد بحث ما در اینجا روش اپیدورال است که به صورت استاندارد و متداول در تمام کشورهای پیشرفته انجام می‌گیرد. در این روش همانطور که در فیلم مشاهده می‌کنید از ست‌های مخصوصی استفاده می‌شود که با نام‌ها و مارک‌های مختلف تولید شده و همگی استریل شده هستند. ابتدا ناحیه مورد نظر که در قسمت پایین ستون فقرات قرار دارد توسط مواد ضد عفونی کننده کاملا استریل می شود. سپس توسط یک سوزن کوچک که درد بسیار کمی دارد محل مورد نظر بی‌حس می گردد. پس از آنکه این ناحیه کاملا بی‌حس شد توسط سوزن دیگری که مادر ورود آن را حس نمی کند یک لوله پلاستیکی باریک و استریل وارد فضای بین مهره‌های کمری شده که در اصطلاح آناتومیک به آن فضای اپیدورال می‌گویند و سوزن اصلی خارج می‌گردد. لوله پلاستیکی توسط چسب به پوست کمر چسبانده شده و از این طریق ماده بی‌حسی در اطراف نخاع تزریق می‌گردد. این روش با روش اسپاینال که در آن پرده نخاعی سوراخ شده و ماده بی‌حسی در داخل نخاع تزریق می‌گردد تفاوت دارد. بهتر است که مدت زمان اپیدورال زیاد طولانی نباشد چون ممکن است در اثر تزریق‌های مکرر مسمومیت دارویی در مادر صورت بگیرد. زمان انجام اپیدورال هنگامی است که دهانه رحم پس از شروع روند زایمان حدود 3 تا 4 سانتی متر باز شده و جریان زایمان فعال می شود. قبل از آن دردهای پراکنده و خفیف در مادر شروع شده است. در طول مدتی که اپیدورال شروع می شود تا خروج نوزاد به علت تأثیر داروی بی‌حسی مادر هیچ گونه دردی را متوجه نمی شود، اما قدرت عضلانی برای وارد آوردن فشار جهت خروج نوزاد را دارد. این روش اگر به درستی و با دقت انجام بگیرد هیچ گونه عوارضی از قبیل سردرد یا کمردرد به علت اپیدورال را به دنبال ندارد. به امید روزی که هیچ مادری برای نگرانی از دردهای زایمانی به انجام عمل جراحی سزارین پناه نبرده و خود و نوزاد خود را در معرض خطرات بیمورد قرار ندهد.